بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانش آموزان پایه هشتمی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب بچه‌ها، درس دوم رو خوندیم و حل تمریناتش رو حالا یاد گرفتیم. اومدیم سراغ درس سوم، جمع و تفریق عددهای گویا. تو این درس ما نوشتن یک جمع به کمک محور رو یاد خواهیم گرفت، نشان دادن یک عبارت روی محور رو یاد خواهیم گرفت، ترکیب زدن اعداد و نمایش اونها روی محور و جمع و تفریق عددهای گویا زمانی که مخرج هامون یکی نیستن رو یاد خواهیم گرفت. کلیت ویدیو رو این مباحث تشکیل میدن و کلیت درس رو هم اگر نگاه کنید متوجه میشید که موضوعات مهم همین مباحثی هستن که قراره توی زمان کمتر با هم بررسی کنیم. پس اگه از ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید. اگر هم در حین تدریس سوالی براتون پیش اومد میتونید توی بخش نظرات به هم بگید تا اون رو حل کنیم. بریم سراغ درس سوم. خب موضوع اول ما جمع و تفریق عددهای گویا با مخرج مشترک است. بچه اگر من دو کس داشته باشم یا چند کس داشته باشم که مخرج هاشون یکی باشه، من یکی از اونها رو می نویسم و حالا صورت ها رو با هم جمع یا تفریق میکنم. موضوع مهمی که توی کتابتون هست همین موضوع محور و نوشتن یک عبارت حالا جمع و تفریقی برای این حرکت هایی که روی محور انجام شده هستش. ببینید شروع کنیم از این حرکت، از این محور شروع کنیم. من رنگ رو عوض کنم، آبی بذارم. بعد توجه کنید که هر عدد صحیح من به سه قسمت تقسیم شده، 1 2 3. خب پس کسر من مخرجش باید 3 باشه. خب حرکت رو میشماریم، 1 2 3 4 5. حرکت به سمت راست هست، پس مثبت 5، مخرج هم 3. خب حالا که حرکت کردیم به سمت راست، بازم برگشت خوردیم به سمت چپ. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سوم برگشتیم سمت عقب. پس این علامت من علامت منفی خواهد بود. اگر هم بخوام برای این یک حالا عبارت بنویسم، بنویسم مثبت 5 سوم به علاوه، یا میتونم منها بنویسم منهای 9 سوم که همون عدد 3 میشه. الان هم در کجا قرار دارم؟ در 1 2 3 4 در منفی 4 سوم قرار دارم. اگر گفتن که یک عبارت جمع و تفریقی بنویسید به همین صورت خواهید نوشت اینها رو. خب بیایم سراغ محور بعدی. ببینید که چند قسمت شده هر واحد ما، 1 2 3 4. پس مخرج من باید 4 باشه. خب 4 در جهت منفی ها حرکت کردم، پس باید منفی باشه. 1 2 3 3 واحد هم حرکت کردم. خب به علاوه بازم 1 2 3 واحد دیگه هم حرکت کرده، منفی 3 4 رو. درسته؟ حاصل چی میشه؟ الان در کجا قرار دارم؟ 1 2 3 4 5 6 4 رو در منفی 6 4 رو من قرار دارم. بیایم این پایینی، بازم هر واحد من به 4 قسمت تقسیم شده، 1 2 3 4. خب میشماریم ببینیم که چند تا حرکت انجام شده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 رو به سمت عقب حرکت کردیم. خب بعد پشیمون شدیم اومدیم به سمت جلو، یا همون به سمت مثبت ها. چند واحد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 رو خب به سمت مثبت ها حرکت کردیم. 24 چند میشه؟ میشه 5، مثبت 5.
خب حالا یک عبارت بنویسیم. اولی حرکت ما منفی بود. ببینید از 0 شروع کردیم به سمت منفی ها 9 چهارم حرکت کردیم. بعد به علاوه منفی 5 شد که در کجا قرار گرفتیم؟ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 در 2 و 3 چهارم. به این شکل هم میتونید حالا بنویسید، به شکل مخروط هم، کسرهای مخروط هم میتونید اینها رو بنویسید. خب بریم سراغ محور آخر ما. 1 2 3 هر واحد به 3 قسمت تقسیم شده. اولین حرکت من 1 2 3 4 4 سومه، 4 سوم مثبت. خب بعدم مثبت حرکت کرد. چند واحد؟ 1 2 3 4 5 5 سوم هم بازم مثبت حرکت کرد. خب پس اگر بخوام یک عبارت بنویسم میشه مثبت 4 سوم به علاوه 5 سوم. در کجا قرار گرفتم؟ در 3. یا همون میتونیم 9 سوم بنویسیم یا همون 3، فرقی نمیکنه، اینا با هم برابرند. حالا بعضی از سوالات توی کتابتون هم هست، گفته که یک عبارت به ما داده، گفته که بیاید این حرکت ها رو روی محور نمایش بدید و حالا حاصل رو که توی محور پیدا کردید بیاید بنویسید اینجا. خب انجامشون میدیم. ببینید باید یک محور بکشیم اول. خب من محور رو به این صورت رسم میکنم. خب هر واحد من به 3 قسمت تقسیم شده. 0 1 2 3. خب این میشه منفی 1 1 2 3 منفی 2 1 2 3 منفی 3 1 2 3 منفی 4 و الی حالا آخر. این برای هم تقسیم کنیم. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. خب حرکت ها رو بیایم نشون بدیم. ببینید اول از 0 منفی 4 سوم حرکت کرده. خب در جهت منفی ها 4 سوم حرکت کرده. 1 2 3 4 اینجا قرار گرفتید که یعنی رو رسم کنید. خب نویسم منفی 4 سوم. خب حالا منهای مثبت 5 سوم، این قرینه هست، این رو علامتش رو عوض میکنه یا همون منفی 5 سوم هستش. خب بازم منفی 5 سوم حرکت میکنه. 1 2 3 4 5 دقیقا در اینجا قرار میگیره. خب این هم میشه منفی 5 سوم. الان در کجا قرار گرفتم؟ در 9 سوم یا همون منفی 3. البته منفی 9 سوم که بهتر بود 9 بگیم. خب توی دومی هم همین کار رو بازم انجام میدیم. یعنی یک محور رسم کنیم. خب محور رو که رسم کردیم 7 پنجم. اول اینا رو باید 5 قسمت تقسیم بندی کنیم. خب 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. خب این برای هم تقسیم کنیم. 1 2 3 4 5 منفی 1 1 2 3 4 5 منفی 2 1 2 3 4 5 منفی 3. خب حالا بیایم حرکت ها رو انجام بدیم. اولین حرکت من مثبت 7 پنجم است، یعنی باید 7 تا بشمارم برم جلو و پیکان رو روی اونجا فرود بیارم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7. خب من باید بیام اینجا. خب این شد مثبت 7 پنجم. حالا به علاوه منفی 9 پنجم، منفی 9 پنجم یعنی باید در جهت منفی ها که این طرف باشه 9 پنجم حرکت کنم. خب حرکت میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قرار میگیرم اینجا. خب به این صورت میشه منفی 9 پنجم. حاصلمون الان ما در کجا قرار داریم؟ 1 2. ما در منفی 2 پنجم
قرار داریم. میام اینجا رو می نویسیم منفی 2 5. و اما آخری ببینید بازم یک محور رسم میکنیم. خب این بار باید هر واحد رو دو قسمتش کنیم. 1 2 1 2 1 2 1 2. خب این بار هم تقسیم بندی کنیم. 1 2 1 2 1 2. خب کافی. بیایم حالا نشون بدیم. اول منفی 3 دوم حرکت کردیم در جهت منفی ها دیگه. خب در جهت منفی ها 3 دوم حرکت میکنیم. 1 2 3 قرار میگیریم اینجا. این شد منفی 3 دوم. حالا منفی 5 دوم میشه مثبت 5 دوم دیگه. باید 5 دوم حرکت کنم در جهت مثبت ها. 1 2 3 4 5 میام قرار میگیرم در اینجا، یعنی مثبت 1. حرکت رو هم بنویسم مثبت 5 دوم و حاصل من هم شد 1 مثبت 1، یا همون 2 دوم هم میتونید بنویسید. اما موضوع بعدی که حالا توی کتاب هم چند تا عنوان هست و من این حالا مثال ها رو از تمریناتون آوردم نوشتم، اینه که بیایم مقدار تقریبی یک عبارت رو بیایم بنویسیم. مثلا اینجا نوشته 12/8 منهای 15/14. خب گفته که اگه بخوایم اینها رو به صورت تقریبی حساب کنیم جوابش چی میشه؟ ببینید 12/8 اگه تقریب بزنیم این 8 گرد میشه به بالا و 12 ما میشه 13. خب 13 منهای 15 و 14. ببینید 14 از 15 کمتره دیگه. اعدادی که از 15 کمتر باشن اگر گرد کنیم همون این عدد صحیح ما خواهد شد، یعنی منفی 15. خب تقریبا این عدد من منفی 13 منهای 15 خوندیم دیگه چند میشد؟ منفی 2 میشد. ببینید توی نوشتن جواب ها هیچ موقع نیاید حالا مساوی بذارید. ما تقریبا پیدا کردیم، این علامت تقریب یادتون نره بنویسید. خب ببینید منفی 25. منفی 25 یک عدد حالا صحیح دیگه، اعشاری که نیست. منفی 25 به علاوه 7 و 2 دهم. 7 و 2 دهم رو اگه من گرد کنم این 2 دهم از 5 حالا 5 دهم کمتر، این 2 از 5 کمتره، گرد کنم همین 7 باقی میمونه. پس تقریب من میشه منفی 25 به علاوه 7 که میشه منفی 18. خب بیایم سراغ آخری. گفته که منفی 4/1 منهای 3/7. خب گرد میکنیم. منفی 4/1 رو اگه من گرد بکنم خب عدد 4 میاد دیگه، منفی 4. خب و منهای 3/7 هم اگه گرد کنم خب این عدد میاد عقب‌تر دیگه. ببینید اگه این محور اعداد من باشه 0، این میشه مثلا منفی 3/7 خود عدد منفی 4 و 4/1 هم اینجا قرار داره دیگه، 4/1. خب 4/1 رو اگه من گرد کنم میفته روی 4 و 3/7 رو اگه من منفی 3/7 رو اگه گرد کنم اونم میفته داخل 4. نکته مهم اینه که این عدد کوچکتر میشه. خب چرا؟ چون گفتیم دیگه از 0 دورتر میشه تقریبش و این عدد بزرگتر میشه. پس این کوچکتر شد، این عدد بزرگتر میشه. در نتیجه حالا این هم میشه 4. یک نکته بود. حالا منفی 4 منهای 4 میشه منفی 8. خب اینها رو پاک بکنیم بریم سراغ موضوع بعدیمون. و اما موضوع آخر و مهممون توی این درس جمع و تفریق عددهای گویا هست، زمانی که مخرج هامون یکی نباشن.
ممکنه که توی سوالات به ما حالات جمع و تفریقی بدن که مخرج هامون یکی نباشن، مثلا یکی باشه 2، یکی باشه 5، یکی باشه 7. خب توی این زمان ها باید بیایم ابتدا مخرج ها رو یکی کنیم، خب، و سپس به جمع و تفریق بپردازیم. فراموش نشود هر عددی که به مخرج ضرب شده باید به صورت هم ضرب بشه. ما می توانیم برای مخرج مشترک گیری از کمم هم استفاده کنیم، یعنی کوچکترین مضرب مشترک. خب بریم ببینیم چی داریم. ببینید منفی 6 پنجم به علاوه منفی 12 25. خب مخرج مشترک ما میشه همون 25. این ضرب در 5 شده، اینم ضرب در 5 میشه منفی 30 25 به علاوه منفی 12 25. حاصل ما میشه همون مخرج ما 25. صورت ما هم چون هر دوتاشون منفیه جمع میکنیم و در نتیجه میشه 42 منفی 42 25. خب ب گفته منفی 4 و 1 پنجم به علاوه منفی 2 و 2 سوم. برای حل این اعداد مخلوط دو روش داریم. ببینید یک نکته اینجا بگم، منفی 4 و 1 پنجم همون منفی 4 منهای 1 پنجم هست دیگه. خب اینو به این صورت نوشتیم، درسته؟ پس من میتونم یا اول بیام این عدد مخلوط رو اینها رو با هم جمع کنم، حالا تفریق بود تفریق کنم و حاصل رو بنویسم و بعد حالا اعداد کسری رو هم با هم جمع و تفریق و حاصل رو بنویسم. خب یا اینکه بیام عدد مخلوط رو، این کسر مخلوط رو تبدیل کنم به یک کسر ساده، خب بعد بیام جمع و تفریق رو انجام بدم. حالا راحت ترین روشش اینه که بیایم این عدد مخلوط رو با هم جمع کنیم. مثلا منفی 4 به علاوه منفی 2 میشه منفی 6. خب این از این. اما منفی 1 پنجم به علاوه حالا منفی 2 سوم مخرج مشترک گیری دیگه، مخرجشون میشه 15. این میشه منفی 15. خب این میشه منفی 15 مخرج هاشون. خب این ضرب در 5 ضرب در 3 شده، یکم ضرب در 3 میشه 3 و 3 ضرب در 5 شده، 2 هم ضرب در 5 میشه منفی حالا 10. اینجا منفی رو نوشتیم دیگه نمیام بنویسم. خب در نتیجه میشه منفی 13 15. پس من میام اینو اینجا می نویسم، منفی 13 15 همون 13 15 رو می نویسم دیگه، کسر مخلوط هستش. اینجا رو ببینید منفی 4 هفتم، این منفی متعلق به کل کسر هست. خب میتونم این منفی رو اینجا بذارم، در پشت کسر بذارم و حالا این پایین بذارم، فرقی نمیکنه. منفی 4 هفتم منهای منفی 5 دهم، این گری نمیکنه این علامتش رو. در نتیجه ما داریم منفی 4 هفتم به علاوه 5 نهم. مخرج مشترک گیریمون این ضرب در 9 میشه 63 و این هم ضرب در 9 میشه منفی 36. 9 ضرب در 7 63، 5 هم ضرب در 7 35. جواب نهایی رو من این پایین بنویسم. ببینید جواب نهایی میشه منفی 1 63. خب اینو من پاک کنم، اینجاها رو بیایم عبارت بعدی رو بنویسیم. خب منفی 2 و 1 دوم به علاوه 3 و حالا 3 سوم. خب منفی 2 و 1 دوم انگار همون منفی 2 منهای 1 دوم هست و این هم به علاوه 3 و 3 سوم. 3 به علاوه 3 سوم هست. 3 سوم خودش میشه 1. در نتیجه من به جای این میتونم بنویسم 4. خب 3 به علاوه 1 میشه 4. اینها رو با هم جمع میکنم. 4 با این حالا عدد ما میشه 2. خب در نتیجه من منفی 1 دوم به علاوه 2 رو خواهم داشت. خب یک مخرج 1 میدم، ضرب میشه مخرج مشترک ما میشه 2. این میشه منفی 1 دوم، این هم میشه 4 دوم دیگه. در نتیجه من خواهم داشت 3 دوم مثبت
جواب این عبارت منفی 3/4 منهای 15/8. خب مخرج مشترک دیگه اینو میتونم من به 2 ضرب کنم، میشه منفی ضرب در 2 شده، 8 ضرب در 2 میشه 6 منفی 6/8 منهای این 15/8. خب مخرج ها مشترکن، 8 رو می نویسم، این دو عدد رو هم با هم جمع میکنم، میشه منفی 21/8. این جمع عدد های حالا صحیح را توی درس توی پایه 7 ما یاد گرفتیم و ویدیوش هم توی کانال هست. اگر مشکلی داشتید میتونید برید اون ویدیو رو ببینید که کامل یاد بگیرید موضوع چیه. داد 3 منهای 4 11. خب 3 یک عدد حالا صحیح هستش. خب منهای 4 11. میخوام اینها رو با هم جمع کنم، باید به این سه یک مخرج 1 بدم. خب ضرب در 11 میشه 33 منهای 4 11. در نتیجه جوابی که اینجا خواهم نوشت چی خواهد بود؟ 29 11. 29 11 میشه جواب من. اینم کلا از درس حالا سوم فصل اول ریاضی 8. دید که موضوع خیلی سختی نداره. حالا موضوعات رو توضیح دادیم، اگر مشکلی بود میتونید توی بخش نظرات ازم بپرسید. ویدیو رو خیلی نمیخوام طولانی کنم. اگر ویدیو براتون مفید بود و دوستش داشتید میتونید با لایک کردن این ابراز رو به ما مشخص کنید و اگر هم خواستید میتونید که کانال رو دنبال کنید تا به ویدیوهای بیشتری هم دسترسی داشته باشید. تا ویدیوی بعدی در پناه حق یا علی خدا نگهدار.